روزهای استراحتی هفته سپری شده طبق سفارش رهبری شهر خوجند با اقدام شعبه حفظ محیط زیست شهر و با جلب محصلین کالج و لیسه‌های کسبی شهر در خیابان رحمان نبی‌یف در حدود ساحلی دریای سیر جهت در سطح بلند استقبال نمودن جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، اعلان کردن سالهای 2019-2021 و تطبیق نشاندادهای 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 عکس شهر من خانه من با جلب بیش از 200 نفر حشرچیان گذرانده شد. اشتراکداران اکسیه با عملی نمودن کارهای دستجمعانه ساحل دریای سیر را از پرتاب‌های معیشی و علف‌های بیگانه تازه نموده و حسن دریای بینظیر در آسیای میانه جلوه نو بخشیدند. ضمن اکسیه از جانب مقامات حفظ محیط زیست از ساکنان محل دعوت به عمل آورده شد که ساحل دریا را تازه و آزاده نگاه دارند و حس احترام به منبع حیات آب را به جای آورند. در عکسی مذکور از طرف لیسه کسبی پلی‌تکنیکی 44 لیسه کسبی ساختمانی کالج طبی شهر خوجند دانشجویان برآمده سهم خود را بهر آبادانی ساحل دریای سیر که در قد دریای سیر از طرف شخصان پرتوها را جایگیر کردند، پرتوها برطرف کرده شده با پرتوگوی مشاری از طرف مؤسسه پرتوکشان شهر خوجند انتقال کرده شد. همزمان در دایره کارهای آبادانی سازندگی به استقبال 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای بهبود بخشیدن و محیط زیست شهر خوجند با اقدام حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت سوق در 4 حدود شهر خوجند بیش از 1000 عدد نهالهای همیشه سبز شناخته شدند. از جمله در حدود بیمارخانه شهری رقم 1 و مجمع تاریخی فرهنگی مجمع استقلال تا بینای تعلیمی رقم 2 دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاسی تاجیکستان در کنار راه نهالهای همیشه سبز شناخته شدند. در معرکه نهالشناسی و آبادانی این گوشه دانشگاه رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت سوق ظفر اسماعیل زاده، رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر خوجند نعیم ملک اسلامی، رکتور دانشگاه پروفسور مومن شریف زاده، کارمندان استادان و دانشجویان دانشگاه دولتی حقوق بیزنس سیاسی تاجیکستان سهم خود را گذاشتند. چون این کارهای آبادانی و سبزکاری در تمام محله‌های شهر متشکلانه گذرانده شد. تاکید شد که برای ماندن کارهای آبادانی سازندگی بهبود بخشیدن به وضع اکولوژی محله‌ها و بلندبرداشتن معرفت اکولوژی اهالی در محله‌های شهر و کار دائمی شهروندان مبادل گردد. این واسطه مهمی تربیت و تندرستی و بلندبرداشتن معرفت اکولوژی ساکنان و مهمانان شهر باستانی خوجند است. ما باید محل زیست، خانه، شهر و وطن محبوبمان را تنها خودمان تازه و خرم و آباد و منور نماییم. طوری که از شعبه حفظ محیط زیست شهر خوجند اطلاع دادند هدف از برگزاری این اقدام تازگی و تراوت بخشیدن به ساحل دریای سیر، تقویت دادن کارهای آبادانی، تازه نمودن کوچه‌های خیابان‌های شهر و طلبات سانیتری اکولوژی جواب نمودن و تأمین بهداشت محیط زیست در شهر خوجند میباشد.